به نام خدا و سلام بر بینندگان عزیز و ارجمند زنده باد زندگی. بلژیک، بزم و افغانستان چه ارتباطی به هم دارن؟ لطفاً ما رو تماشا کنید. با سلام و درود به هموطنان عزیز و به نام خدا. من صحبتم رو با یک داستان خیلی زیبا آغاز میکنم. داستان انیسه. انیسه یک دختر سیستانی هست که در یک دهات کوچک در مرز پاکستان زندگی میکنه و یکی از ژورنالیست های سیستانی حدود 2 سال پیش ایشون رو پیدا میکنه توی کلاس قرآن که ایشون با ماسک توی کلاس نشسته بودن و صحبت هم نمیکرده. این نمیتونسته صحبت کنه. خلاصه با یه رابطه با این انیسه برقرار میکنه و انیسه حاضر میشه که این مسکش رو برداره و ایشون اون زمان متوجه میشن که یک شکاف 2 طرفه کامل توی صورت انیسه بوده. انیسه چند سالشه؟ 10 سالش بوده در اون زمان. عجب. 10 سال. و با پدر مادر انیسه در تماس بودن و رضایت میگیرن که ازشون عکس بگیرن و این عکس رو ایشون میذارن توی فیسبوک و تقاضا میکنن که تقاضای کمک میکنن. من در بلژیک یک مریض ایرانی داشتم که یک روز برای من نامه نوشت که آقای دکتر شما، من شنیدم که ایران میرید برای کار جراحی خیریه. این داستان انیسه است که دختر ایرانیه توی سیستان و شماره تلفن همکار شما رو هم داده بودن. من با ایشون تماس گرفتم و قرار شد که انیسه رو بیارن شیراز که من ببینمش. و تابستان پارسال انیسه اومد شیراز و این عمل‌هایی که روی انیسه انجام میشد قاعدتاً باید در 5 مرحله صورت میگرفت، ولی خب به علت مشکلاتی که وجود داشت و سن بالای انیسه ما تصمیم گرفتیم این عمل‌ها رو در 2 مرحله انجام بدیم و یک عمل 7 ساعته بود که پارسال. وقتی جراحی می‌کردین انیسه چند سالش بود؟ 10 سالش بود. و 10 سال برای جراحی فک و صورت دیگه دیره. نه، 10 سال برای جراحی فک و صورت دیر نیست اصلا. ولی خب بچه‌هایی که به دنیا میان با شکاف لب و کام، اینها اولین جراحیشون حداقل باید در سن 3 ماهگی انجام بشه. برای پیشرفت صحبتشون باید یعنی شما دیرتر از 9 ماهگی نباید عمل بکنید. ولی خب ایشون 10 سال عمل نشده و صرفاً به علت فقر مالی. و اون 5 نوبت جراحی رو شما در 2 نوبت انجام دادید. نوبت یعنی 3 مرحله اول رو در 1 نوبت انجام دادید. پارسال حدود 7 ساعت طول کشید و پریروز مرحله دوم انجام دادم. خوب بود؟ بسیار عالی. الهی شکر. یک پیوند استخوان لگن. بهترین احساستون آمدین در استودیو. احساس بسیار زیبا. الهی شکر. به من اجازه میدید با کمال افتخار جناب عالی رو حضور بینندگان و هموطنانتون معرفی کنم؟ سپاسگزارم. بعد از تقدیم سلام و خیر مقدم به جناب آقای دکتر ناصر نجمی عرض میکنم که ایشان متخصص جراحی جمجمه و فک و صورت هستند.
پروفسور یا استاد تمام دانشگاه و پژوهشگر علمی، استاد افتخاری دانشگاه شیراز، مقیم بلژیک، ایرانی الاصل، که به عنوان یک پزشک متخصص ایرانی در بسیار از نقاط جهان به خدمات خیریه مشغول شدند، از جمله زادگاه و وطن خودشون. آقای دکتر کجا به دنیا آمدین؟ من در تهران. و چند ساله که ایران رو ترک کردید؟ حدود 33 سال هستش. و تمام دوره تحصیلیتون رو در بلژیک طی کردین؟ بله، بعد از دبیرستان دوره تحصیلی بعدی بلژیک بوده و دوره فوق تخصصی در آمریکا. و خانواده و فرزندان در بلژیک هستند؟ بله. و شما اینجا که میایید از خویشان و بستگان کسانی هستند که مستقبل شما باشند؟ بله، من پدر مادرم هنوز ایران هستند و یک خواهرم دارم که ایران هستند و در تهران زندگی میکنند. بله، در تهران. و چگونه است که شما در شیراز طبابت و درمان میفرمایید؟ اینم اگه اجازه بفرمایید داستان زیباییه. من از حدود 15 سال که کار خیریه انجام میدم و صرفا کشور از آفریقا شروع کردم، از کنیا، بعداً به آسیای شرقی، سالهای زیادی برمه بودم، بعد یک جزیره لومبوک در اندونزی 3 سال اونجا کار کردم، در هند، ویتنام، کشورهای مختلفی بوده که من کار میکردم. اتفاقا یک سفر من ویتنام بودم، در موقع برگشت از ویتنام به بلژیک شیراز توقف داشتم به خاطر یک سخنرانی که منو دعوت کردن دانشگاه شیراز. بعد شب قبل از اینکه برگردم دکتر فروتن یک جراح بسیار خوب ایرانی هستن، جراح کودکان، از طریق دکتر رستگار که همکاران من هستن یک پسر کوچولو رو بردن، شکاف لب و کام 2 طرفه داشت. دکتر فروتن گفتن یه جراح انگلیسی بوده که زیاد میاد ایران و میره، ایشون امروز فردا کنیم بچه عمل نکردن، حالا اینو بنده خدا از دهاتای دور میاد و شما اینو میتونید عملش بکنید قبل از رفتنتون. من پروازم روز بعدش بود، گفتم اگه صبح زود اتاق عمل هست من عمل میکنم و بعد میرم. و این کار انجام شد خوشبختانه. 3-4 هفته بعد دکتر فروتن منو عکسای امیر حسین رو فرستادن برای من و گفتن ما 50 تا دیگه مریض داریم، شما کی برمیگردید؟ این یه نعمت واقعا بزرگی بود. چی میگین؟ واقعا نعمت بزرگی بود، چون من میرفتم اون طرف دنیا برای اشخاصی که نه وابستگی بهشون داشتن. خوشحال شدین. ولی خب این باعث شد که من برگردم و کارهای بیشتری توی ایران انجام بدم و صرفا 50 تا امیر حسین پیدا شد. 50 تا امیر حسین، البته توی این مدت 2 سال گذشته 250 تا امیر حسین. ای خدا، ببخشید من خودم مرددم بپرسم یا نه، چون احساس کنم سوال زیاد قشنگی نیست، حتی شاید زشته، ولی برای سنجش ارزش مالی این لطف شما میخوام اینو درکش کنم. این جراحی ها معمولا در ایران چقدر هزینه داره؟ والا دقیقا نمیدونم واقعیتش. البته من خب با پدر مادر هستم، مثلا یک مثال میزنم خدمتتون. یه پدر مادر بودن، یه بچه اونم شکام لب و کام 2 طرفه داشت، از دهاتای بندر عباس آمدن و گفتن آقای دکتر به ما گفتن عمل لب تنهاش 10 میلیون تومانه. من تمام زندگیمو بفروشم 10 میلیون تومان نمیشه. چجوری من میتونم بچه‌مو مثلا بدم عمل بکنم؟ بعد میدونید این تنها عمل زیبایی نیست، این بچه‌ها اگر در زمان مشخص با تکنیک مشخص و خوب عمل نشن، یک باور کنید یه فاجعه است، نه تنها برای بچه بلکه برای خانواده. به خاطر این بچه‌ها نمیتونن صحبت بکنن، ظاهرشون یک ظاهر وحشتناکه، شنواییشون از دست میدن و بدتر از همه چیز اون روابط انسانی و اجتماعی که باید یک بچه به طور طبیعی برش به وجود بیاد رو نمیتونن داشته باشن. و متاسفانه ما توی کشورمون من نمونه‌های زیادی رو دیدم که بچه‌ها با روش‌های قدیمی عمل شدن، با روش‌های که الان دیگه نباید ازش استفاده کرد عمل شدن و این باعث میشه که خیلی نه تنها از لحاظ مادی یک مسئله خیلی بزرگیه، چون باعث میشه که شما عمل‌های سکندری، ترشیری، فورشیری باید بریم بچه انجام بشه و به جایی که مثلا 3 بار 4 بار 5 بار عمل بشه ممکنه این بچه‌ها 7 بار 8 بار 10 بار عمل بشن و باز هم شما باید این بچه‌ها رو می‌بینید و باید از روز اول شروع کنید. شما چقدر خوشبختی؟ خیلی زیاد. آره خیلی خوشبختی.
حالا که از بچه‌ها گفتین از بچه‌های خودتون بگین. من یک پسر 16 ساله دارم، کیان، و دخترم سارا جولی هستش که 14 ساله بودش هست. خدا براتون نگه داره. متشکرم. اگرچه شما فرزندان زیادی دارید که احتمالا شما رو در خاطر ندارن، چون زمانی که زیر دست شما بودن بیهوش بودن، ولی شاید در ویزیت های بعد یه تصویری از شما دارن و صورتتون و میشه یه آقای مهربون یادشونه که خیلی خوب بود، باعث شد که من دیگه پیش بچه‌ها خجالت نکشم، لبام اصلا باز نباشه و و و و و سهیم آینده و زندگی خیلی از بچه‌های ایرانی هستید. ولی نکته شایان توجه این است که ایشان به عنوان یک پزشک ایرانی با نام ناصر نجمی، آقای دکتر یا پروفسور ناصر نجمی، در بسیاری از مناطق جهان حاضر شدند و همین خدمات رو ارائه کردند، نظیر اوگاندا، نظیر برمه، درست میگم؟ بله. و چه اعتباری برای ایرانی ها فراهم میکنه این کار؟ این خیلی مهمه. خب میدونید من فکر میکنم متاسفانه یا خوشبختانه در 30 سال گذشته افراد زیادی از ایران خارج شدن که صرفاً به خاطر تحصیلات عالی بوده و سرمایه ملی ما علاوه بر نفت و گاز مغزهای متفکری هست که در اقصانقاط جهان فعالیت دارن. متخصص و متفکر. البته من خودم جزوشون حساب نمی‌کنم، من فقط یه جراح هستم. چرا آقای دکتر شما هم جزو سرمایه‌های ملی این سرزمینید، فرزند این سرزمین؟ خواهش می‌کنم. و این احساس دقیقاً این احساسیه که شما به عنوان یک ایرانی و این خوشبختی فرهنگ ایرانی هاست که ما هر کجای دنیا باشیم، هر سمت و مقامی هم که کسب بکنیم، باز هم فرزند این سرزمین هستیم. درود بر شما. بله، بدیهی است که برای یک ایرانی مقیم بلژیک نام وطن مولد و محرک احساسات و غلیانات عاطفی باشه، گرچه شما اساساً فرد عاطفی هستید. من بسیار خوشبختم که با پزشک ایرانی صحبت میکنم که اگرچه همه اوقاتشون رو در ایران مصروف خدمت به بیماران نمیکنند، اما نیکورز و نیکوکار و شایسته تحسین و تکریم هستند. شما یک خیریه در بلژیک به پا کردین؟ بله، من یک خیریه البته پارسال من 50 سالم شد، پارسال عید، و عوض اینکه یک جشن فکر می‌کردم، گفتم خب سن 50 یک مرحله مهمی از زندگیه، من یعنی جشن تولد که احتیاج به چیزی نداریم که جشن تولد بگیریم، تصمیم گرفتم که یه جشن بگیرم و دوستانی که میان دوستان خودم رو دعوت بکنم و میگم به جای شما به جای کادو بخرید یک کمکی بکنید به بچه‌هایی که من بالاخره از لحاظ مادی من تمام وسایلی رو که برای جراحی هست با خودم میارم، حالا چه خارج از ایران مثلا برمه یا اندونزی میرفتن یا حتی ایران، حتی از نخ جراحی هم با خودم میارم ایران و گفتم کمک بکنم. این به معنی این نیست که در ایران فراهم نیست، به معنی این است که هیچ هزینه‌ای تحمیل نشه. دقیقاً، که حتی مثلا چون جراحی که صرفا ما مجانی انجام میدیم ولی خب خرج بیمارستان هست، خرج موادی هست که استفاده میشه، تا اونجا که ممکنه این خرج رو کاهش بدیم برای مریضان. بعد یه مقدار بیشتر فکر کردم، گفتم نه بزنین این فکر رو بزرگترش بکنیم و تصمیم گرفتم یک خیریه رو نجمی فاندیشن رو در بلژیک ثبت بکنیم
و اولین جشن خیلی بزرگی هم شد، یعنی حدود 200 نفر مهمان داشتیم و از خیرین بلژیک، یعنی 99% پولی رو که ما جمع کردیم توی اون جشن از خیرین بلژیکی بودن برای درمان کودکان ایرانی. ببینید مردم چقدر با هم خوبن، ملت‌ها چقدر به هم نزدیکن. دقیقاً خسروی، اساس بشریت، اساس روابط بین انسان‌ها و اجتماعی رو سعدی، حالا یه مقدار کلیشه است ولی خب سعدی 800-900 سال پیش در یک بیت شعر خلاصه کردن و این واقعیتی که من امروز با چشم خودم میبینم و حس میکنم و اکسپریانس میکنم. ما این خیریه رو پارسال تو بلژیک شروع کردیم و امسال خوشبختانه از طریق یک خانم ایرانی که تو بلژیک هستن و یک گالری هنر دارن، گالری پدرامی، ایشون من رو با چندین هنرمند ایرانی در ارتباط گذاشتن و حتی البته من این هنرمندان هنوز ندیدمشون ولی خب 4 تا از کارهای بسیار زیباشون رو برای حراج یا آکشن توی خیریه امسال ما که 2 ماه پیش بود هدیه کردن و این باعث شد که امسال بازم جشن بزرگتری بود و تعداد بیشتری. واقعا هر کدوم ما ایرانی‌ها هر کجای دنیا که هستیم باید سفیرای ایران باشیم در اون جاهای مختلف دنیا و چون میدونید تمام دنیا و نیروهای مختلفی هست که سعی میکنن مسائل منفی ایران رو ببرن زیر ذره‌بین و ما سعی میکنیم مسائل انسانی رو ببریم زیر زمین. ما به عنوان یک ایرانی در خارج از کشور یعنی منتهای تلاشمون رو بکنیم که مسائل مثبت رو ببریم زیر زمین. درود بر شما. شاید کسی که در بلژیک هموطن ما هم نیست اما به دعوت سفرخانه آقای دکتر نجمی پاسخ میده نمیدونه که آنچه رو او تأمین میکنه بعدا ممکنه موجب جراحی و درمان یک پسر یا یک دختر ایرانی در یک روستای دور افتاده بشه و چگونه سرنوشت او رو تغییر میده، او رو از پشت ماسک خارج میکنه، او رو از 4 دیواری خونه بیرون میاره، او رو به روابط اجتماعی سوق میده، او رو به محیط روشن آیندهش دلالت میکنه. چقدر میتواند مهربانی بدون مرز باشه و انسانیت فرامرزی عمل کنه، آنچنان که شما عمل کردید، آنچنان که نیکوکاران ایرانی عمل میکنند. چندی پیش با دکتر عمادی حرف میزدیم، متخصص پوست که پزشک فرامرز ایرانی بود و حالا با شما صحبت میکنیم که ایرانی هستید، مقیم بلژیک و در بسیاری از کشورهای دیگر و از جمله در کشور خودتون هم خدمت کردید. خیلی لذت بخشه. آشنایی با جناب عالی برای شخص بنده باعث افتخار است و مطمئنم که بینندگان ما هم از داشتن چنین هموطنی به خودشون میبالند. البته آقای حسابی این مسئله من حتما باید بیان بکنم که این کار تنها شخصی بنده نیست. ببینید شما باید توی ایران یک زمینه‌ای فراهم بشه که سعی بکنیم رابطمون رو با اون افکار متخصص که در خارج از کشور هستن، متخصص ایرانی که هستن، این زمینه باعث بشه که یه رابطه همکاری به وجود بیاد و این باعث میشه که ما در دراز مدت وابستگیمون به کشورهای پیشرفته کمتر بشه. مراوده با ایرانیان خارج از کشور نظیر پروفسور صنیعی و دیگران. دقیقاً. و این زمینه در داستان شخصی من در ایران مثلا در شیراز وجود داره. شما تصور بکنید از ریاست دانشگاه دکتر ایمانیه تا آبدارچی اتاق عمل عاشقانه کمک میکنن و اگر کمک های اونها نباشه، اگر این زمینه فراهم نشه، خیلی مشکل کار انجام دادن. یعنی میدونید من سالها تلاش کردم، یعنی فقط این مسئله شیراز نبود، جای دیگه ایران، جایی که خودم به دنیا آمدم تلاش شد ولی خب مشکل بود به خاطر اینکه زمینه فراهم نمیشد. این کار خدا بود که واقعا این زمینه در شیراز فراهم بشه و من از تک تک دوستان و از اول از اون آبدارچی اتاق عمل تا پرستارای اتاق عمل، جراحانی که میان یاد بگیرن، یعنی الان 4-5 تا جراح هستن که در آموزش هستن. یعنی خیریه من 3 هدف داره آقای خسروی. هدف اول اینه که هدف اول مسلما درمان بچهای محروم هستش. هدف دوم آموزش به تکنیک‌های جدید
آموزش تکنولوژی جدید به دوستان و همکاران جراحمون هست. و هدف سوم به وجود آوردن یک نتورک جهانی هست، یک شبکه بین‌المللی که بتونیم ما دانشگاه‌های دیگر رو به دانشگاه‌های خودمون، به به مغزهای جوان ایرانی که تشنه یاد گرفتن و پژوهش هستن، این مغزهای جوان رو ما به جای دیگه دنیا متصل بکنیم. مثالی که خدمتتون عرض می‌کنم، مثلا در دانشگاه شهید بهشتی تهران استادیار هستن دکتر خجسته که ایشون با اینکه در ایران هستن، با تمام مشکلاتی که وجود داشته، ایشون تونستن یکی از لابراتوارهای تیشو انجینیرینگ بزرگ دنیا رو توی دانشگاه شهید بهشتی به وجود بیارن. ایشون دارن الان پی اچ دیشون رو توی دانشگاه ما با من میگیرن و در عین حال ما با 2 تا دانشگاه دیگه آمریکا در تماس هستیم و یک شرکت بزرگ آلمانی. یعنی یک شبکه‌ای رو به وجود آوردیم که بتونیم پژوهش و علم و داخل کشور خودمون بکنیم و این به نحو احسن. من به شما رشک می‌دارم. هم لطف کردید. و یک لحظه دلم گرفت که چرا من توفیق ندارم که اینقدر برای خودم ذخیره آخرت فراهم بکنم. خیلی خوب آدم بتونه این هم برای خودش اندوخته داشته باشه، این همه دعای خیر، این همه ثواب، این همه نیکی، این همه خوشی، این همه خوبی. مطمئنم که شما خوابهای آرام و عمیقی دارید، مطمئنم که شما رؤیاهای خوب و قشنگ و رنگینی دارید و مطمئنم که شما خوشبختید چون اسباب خوشی و خوشبختی برای دیگران رو فراهم میکنید. بسیار از گفتگو با جناب عالی احساس خوبی دارم و از جناب عالی قدردانی میکنم. متشکرم. سپاسگزارم. مهربانی با مردم نیمی از خرد است. امام رضا علیه السلام